السلام علیکم داملا، من یک مخلصی اشدی شما هستم. اگر زن بگیری و زن نادختر براید، آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز، اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشن. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها عالم هاشون کتاب ها آورده دادستند. حاضر میگن در گزیت SSR خوندیم، در یک مقاله گزیت SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب الکی شده تمام شده است که فقط دلالتشون بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اگه ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشه، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشه. چگونه که اون مردم عقیده شون همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است، همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمان ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینین جوانای ما آنقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن، پیش از زن گرفتن میپرسن کنی این دختر از چه دختر بود؟ آیا دخترای کوچگر نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسن. این از حساب چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه‌ها، ننگ دارن بچه‌ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیب او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیلی کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبخت بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اگه مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی مثلا از جمله دیوسا نمیشوی. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای و غیرت نداره، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای و غیرت ندارد، پیش راه او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره راه هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم. چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید. آخه نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخه یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچ هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما،
همین خواهرای ما همو بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او باید صحت و سلامت میمانه؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتایم پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میمانه؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لج بیاید. در همو مکتبای ما و شما هم همو معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرفی هموی، معلم هم نگاهش به سوی هموی. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادرای عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها در اهمیت این، تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه های دوست و رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید، حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید، به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری میگوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چیزانی ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناه نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم ما و شما. خدا رحمت مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش میگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلوی یکدیگر میدید با دره میزد، میگو شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تاثیر میکند. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یکدیگر نشینین، در کوچه نه. امروز نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او، بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست، یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیش بر خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها. چی میشود در نزد خدا چی جواب میگفته باشد؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد، ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای، این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما روی مالها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است، این یک باعث شکر هست که امروز زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپای ما و شما روی مالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت
وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایه کردن بعداً بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمالها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ساتر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سر لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود، برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت، میگفت مادر میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است، صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میده. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من اون خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است آن از زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کنه مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن